گفت مرحمت. من گفت 3 سوال بر تو میدهم ای امام باقر، این نبیره پیغمبری خدا. یکم سوال من همین است که زن قوی تر است یا مرد؟ امام باقر گفتن مرد قوی تر است، یعنی مرد با قوت است. گفت زن چند حصه میبرد و مرد چند حصه میبرد در میراث؟ گفتن زن 1 حصه میبرد، مرد 2 حصه میبرد. امام ابو حنیفه گفتن اگر من، اینا گفت کی گفت بر تو؟ گفت اینا بابای من پیغمبر خدا گفته است. گفت اگر من سخن بابای تو را با قیاس تحویل میکردم، هر آینه زن را 2 حصه میدادم و مرد را 1 حصه میدادم، زیرا که زن ضعیفتر است. دویم سوال من همین است، نماز افضل است یا روزه؟ امام باقر گفتن که البته نماز افضل است از روزه. گفتن این سخن بابای توست، یعنی سخن پیغمبری خداست؟ گفت بله سخن پیغمبری خداست. گفت اگر من سخن بابای تو را به قیاس اگر تحویل میکردم، زنها بعد از حیض پاک شدن میگفتم که نماز قضا داره نه روزه را. یعنی چگونه ای که امروز اگر زنها از حیض پاک شوند، شریعت چی حکم کرده است؟ حکم کرده است که نمازش عوف، نمازش بخشش، لکن روزه باشد، رمضان باشد، بعد پاک شدن رمضان قضا بدارد. اگرچه نماز در اسلام افضل است، ابو حنیفه گفتن من را به قیاس دیگرگون کردن نمیتوانم. سیوم سوال من گفت ای امام باقر این است که آیا پیشاب نجستر است یا که منی، یا بگیم کدامش نجاستر است؟ امام باقر گفتن البته، گفتن از منی دیده پیشاب نجستر است، زیرا اگر همین آب منی در مسئله میگوید که در بدن شما اگر در لباس کدامی از شما زد، وقتی قاق شد و یا میتونه شما خراشیده نابود کنین، لباس شما بینماز نیست. این عباره مختصر میگوید. امام باقر گفتن البته پیشاب نجستر است. گفت اگر من به قیاس، یعنی با رأی خود، اگر حدیث های بابای تو را، حدیث های پیغمبر خدا را تحویل میکردم، با برآمدن پیشاب مردم حکم میکردم که آبازی کنن، غسل کنن، و با برآمدن منی میگفتن طهارت کنن، زیرا که بول نجستر بود است. امام باقر میگه از جای خود خیست و گفت ابو حنیفه این در حق شما تهمت بود است. از پیشانی میگه ابو حنیفه بوسه کردند و ابو حنیفه را دعای خیر دادند. یعنی این گونه تهمت ها در حق حضرت امام ابو حنیفه خیلی زیاد بودند. حضرت علی ابن عاصم میگوید که حب ابی حنیفه من السنه. حضرت علی ابن عاصم چی گفتند؟ گفتند دوست داشتن امام ابو حنیفه این سنت است که تمام انسان ها باید که ابو حنیفه را دوست بدارند، باید که وای عالم بود. آخه متاسفانه در دوشنبه در دست یک برادر ما یک کتاب دیدیم، باور که به چشم خود دیدیم، چاپ سعودی بود، فقط از اول تا به آخرش مذمت ابو حنیفه بود. فقط ابو حنیفه را تحقیر کردند، وای نادان است، وای حدیث ضعیف استفاده کردند. برای چی؟ برای که وای ملتش فارس است. این از روی تعصب است. به همه شما برادرای عزیز، پدرای مهربان، مقصد منم از فضیلت‌های ابو حنیفه را بیان کردن که انشاءالله من جمعه آینده رم از فضیلت‌های این حضرت به شما، از حکایه هایی که دارد، باز شیرین‌تر و بهتر به گوش شما میرسانم. مقصد من این است که راه درست است. ما و شما غلط نکردیم. ما و شما پیروی کسی هستیم که انشاءالله وای پیروی کتاب قرآن و پیروی احادیث های پیغمبر خداست. باید که تمام اولاد اجداد ما را به ابو حنیفه شناس کنیم.
و خلاف عقیده امام ابو حنیفه حرکت نکنی. اگرچه دانا هم شده باشی، اگرچه عالم هم شده باشی، خاک پای ابو حنیفه نمیشوی تو. زیرا حضرت امام ابو یوسف چی میگوید؟ میگوید شب از شبها من استاد با ابو حنیفه را در خانه هم مهمان کردم، مهمانش گردانیدم تا روز میگوید یک آیت میخواند، یک آیت تا روز میگد خواب نکرد. چی میگفت؟ آیت از سوره یاسین را میخواند که معناش این بود که روزی که خداوند بنده ها را جمع میکند، یکی بدبخت و یکی نیکبخت، من از کدام او باشم؟ من از کدام طایفه این باشم؟ نیکبخت باشم یا بدبخت باشم؟ تا روز میگه حضرت ابو یوسف، روز سپید شد، میگه این حضرت در زبانش فقط همین آیت بود که من در آخرت بدبخت باشم یا نیکبخت باشم. این گونه شخص وقتی که زبان طعنه را چگونه در حق همین حضرت ها وقتی ما و شما میکشاییم، باور کن همون زبان در نزد خدا عذاب میکشد. همین زبان طعنه باید که ما و شما از جمیع امام ها، علل خصوص از این امامی که امروز ما و شما پیروی او هستیم، نه یک ما و شما، قریب اکثریت دنیا پیروی مذهب امام ابو حنیفه هستند، باید که زبان طعنه بندیم. این حضرت ها را ما و شما حق نداریم که محاکمه کنیم و تحقیرشان کنیم. زیرا حضرت حافظ ابن عساکر میگوید که گوشت علما میگه زهرآلود است، علما را گوشتشان زهرآلود است. کسی که اگر بوی میکشد بیمار میشود، کسی اگر میچشد وای هلاک میشود. و علما نچسبیم، علما را تحقیر نکنیم، زبان طعنه را از این امام ها ما و شما بند کنیم. در یک مجلس امام ابو حنیفه میگوید مهمان شدم، وقتم انجام یافت، همین قصه را میگوییم، مهمان شدند. یک عالم در همان معرکه نشسته بود و چنان گردن فراز بود، چنان تکبر بود که سوال میداد، از کجایی که سوال کنید من جواب بر شما میگویم. حضرت امام ابو حنیفه سوال دادند، گفتند همه سوال جواب شما میگردانی؟ گفت بله. گفت مادام این چنین باشد، همان مورچه‌ای که در قرآن در سوره نمل میگذرد با حضرت سلیمان صحبت کرده بود، همان مورچه نر بود یا ماده؟ این عالم حیرت دماندند، گفتند من نمیدانم. گفتند تو میدانی؟ گفت بله من میدانم. وای ماده بود. گفتند از کجا میگویی؟ گفت خداوند گفت است و قالت نملتو. اینجا اگر آدم های زباندان باشند، قاله این در مذکر استفاده می شود، لیکن وقتی در آخری قالت وقتی که ت آمد، ت مؤنثه میگویند، همین ت وقتی که آمد این ضمیر به سوی زن است. خدا گفته ایستاده است که و قالت نملتو، یعنی گفت همین مورچه ماده. و گشته به همون عالم چی گفتن؟ گفتن من برای تحقیر تو نگفتم، من برای آن این سوال بر تو گفتم که تا که تو گردن فرازی نکنی باید خاکسار باشی. عالمم که باشی باید خاکسار باشی، گردن پس باشی، با ادب باشی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین